سلام علیکم. احوال شما؟ خیلی خوش اومدی به چنل TVS شو. امروز ما در خدمت بچه‌های اسکیپ رومیست خفنمون هستیم، نیما و امیرحسین عزیز و بچه‌های گلشون. قراره که باهاشون اولین قسمت مافیای TVS شو رو ضبط کنیم که با همکاری اسکیپ رومیست قراره که خیلی جلوتر بریم کار خفن‌تری بکنیم و تا جایی که بتونیم سعی می‌کنیم کل این ویدیو بدون کات واقعی باشه که اون داستانای تقلب مقلوبایی که قبلا پیش اومدن این چیزا پیش نیاد، پیش که نمیاد، ولی سعی می‌کنیم کاملا ریل باشه، کات نداشته باشه، هیچی نداشته باشه و همون چیزی باشه که دور همین همیشه با خودمون بازی می‌کنیم. خیلی تیوی شو ریالیتی شویی نیست، خودمونیم. ما دو تا سناریو قراره بازی کنیم، یه دونه زودیاک و یه دونه پدرخوانده، به خاطر اینکه همتون هم زیاد دیدین. زیاد سرتون درد نمیارم، بازی‌ها رو میشناسین. یه صحبت بچه‌ها بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خیلی مخلصیم، خیلی خوشحالیم که مجموعه اسکیپ رومیست میزبان بچه‌های توسلی و رفقای گلمونه. امیدوارم که مسابقه خیلی خوبی رو داشته باشیم، خیلی خوش بگذره بهمون. خیلی مخلصیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که برنامه رو بگو جمله رو بگو. چرا این حرفو زدی؟ امیدوارم که ببینید و لذت ببرید برنامه رو. مرسی. تمام. سلام، خیلی خوش اومدید به مافیای TVS شو. امیدوارم که بازی خیلی خوبی رو داشته باشیم. فقط جدیت حرف اول تو بازی ما میزنه. من از همین الان ازتون عذرخواهی میکنم اگر منو کامل دارید جدی میبینید اینجا. من آدم خوشخنده ام، میگم میخندم، ولی همش بعد بازی. امیدوارم که بازی خیلی سالم و خوبی رو داشته باشیم. بریم برای فاز شب برای دادن نقش. لطفا ماسکاتون رو بچسبونید به صورت. کسی میخواد سر صحبت؟ آیدین جان بفرمایید. نه دیگه. دیروز تو تمرین من سر صحبت. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون، خیلی خوش اومدین، قدم رنجه فرمودین، مرسی ازتون، خیلی لطف کردین. آیدین توسلی هستم، نویسنده مافیا.
و از این کوریای مسخره. یه دونه جمله میخوام بگم، از تایمم کم نکن. آقا یارو 33 سالشه، میاد تو بازی میگه از همتون ادب و احترام یاد میگیرم، بعد میاد فوش میده بقیه گردن میگه بالا فلان فلان فلان. ادب و احترام به نظرم تو 32 سال بعد یاد میگیرتی، نه تو بازی مافیا. به نظرم این بازی شخصیت، ان شاءالله که بتونیم یک بازی خیلی با شخصیت جذابی داشته باشیم. تو دلم مونده بودش. مورد اول، من شهروند بازیم. تارگت میزنم به ایمان، به پویان و یکی از تارگت های مهم من تو بازی آقای میثم عباسی گل. داداشم. متشکرم. خب سلام، ایمان توسلی هستم. خیلی خوشحالم در کنارتون بازی میکنم. واقعا دمتون گرم. خیلی خوشحالم. اصلا نمیتونید بفهمید چقدر زیاد خوشحالم. نفر قبلی معارفه‌شو دوست نداشتم. خب و تارگت سفت و سختش نمیکنم چون فردا باید ببینیم برآینده چه شکلی در میاد. پس آیدین یکی از تارگت های نصف نیممه. از این ور به سحر جان میزنم و این ور به هومن جان و میکائیل جان میزنم. قیافه میثم هم واسم قشنگ کچروا بهش اومده. تا حالا ببینم چه اتفاقی میفته. مرسی. سلام، دورسای بازیتون هستم. خیلی خوشحالم. مرسی از دعوتتون. تارگت میزنم به آقای میکائیل، خانم آذین و خانم سحر. مرسی. سلام، پویانم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. ان شاءالله که بازی خیلی خوب کنار هم دیگه داشته باشیم، پر از فکت. آیدین و سرصحبت که خیلی حالا تارگت زد و کاریش نمیشه داشت. ایمان واسم این که چند تا تارگت زد، فقط آیدین رو نصف نیمه دارم، 4 تا به جز اونم زد. این واسه من نزدی اینهاش. خانم سحر، هومن، میکائیل، میثم. متشکرم پویان جان. یه بار که تارگت های خودم بزنم. ایمان برام مشکوکه. از بعد از خودم بخوام بزنم میتونم آقا هومن و آقا میثم مرسی. تارگت کنم. سلام، سحر بازی هستم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. مرسی از آیدین و ایمان عزیز که دعوت کردن تو این بازی باهاشون باشم. یه ذره آیدین دوست دارم باهات بازی کنم، یه بازیت بهم در بیاد یه ذره. حالا چون سردست بودید برایندتون میذاریم برای شب بعدی. شب بلایند آدم ممکنه که عقب بکشه. فیلینگی میزنم چون بعد من صحبت نکردید. میکائیل میخوام بازی تو ببینم و حالا پویانم چون دوست دارم باش وارد بازی بشم یه تارگت هم به پویان میزنم. مرسی. سلام دوستان، امیرحسینم. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم بازی جذابی داشته باشیم. ببین تا اینجا که صحبت انجام شد 1-2 نفر تقریبا تو تارگت های همه بودن. یکی فکر کنم میثم بود، یکی هم میکائیل بود. کلا اون 3 نفر اون سمت خیلی تارگت خودم. بعد من میخوام دقت کنیم فردا که ببینیم تارگت ها همچنان رو کدومشون ادامه پیدا میکنه و رو کدوم تارگت ها کمتر میشه. تا اینجا که صحبت من از به بعد خودم فقط این دیتا رو وارد میکنم و تا اینجا که صحبت شده یه خورده رو ایمان مشکوکم و خانم دورسای هیچکی بهش کاری نداشت. یه تارگت هم کلام آخر. متشکرم. سبای بازی هستم. خیلی خوشحالم کنارتون بازی میکنم. مرسی از آیدین و ایمان عزیز. کاملا حسی و همینطوری فقط میخوام تارگت بزنم و حس میکنم که خانم دورسای میتونه مافیای ما باشه، هومن عزیزم و یک نفر دیگه هم بین فکر میکنم پویان و سحر میتونم یکی رو انتخاب بکنم فعلا. مرسی. سلام عرض شد. خیلی خوشحالم کنارتونم. هومن بازی هستم. ممنونم عزیزم. شب رامون بده خونه، حالا بقیهش مهم نیست اصلا. بزن برم مهم نیست. آقا من چه جای ترسناکی نشستم. شما چرا انقدر مافیایین از نظر همه؟ چرا انقدر بد؟ جای منو میشه عوض کنی؟ آقا من نمیخوام اینجا باشم. خیانت کنم. کاملا من خیلی دیتای زیادی نگرفتم فعلا از بازی چون همه تارگت ها فیلینگی بود. منم تارگت میزنم به 3 نفر. عزیزم خیلی دوست دارم. نه غلط کردم، تارگت نمیزنم. امیرحسین عزیز رو میگم، خانم دورسایی رو میگم و خانم آذین. ممنون. درود دوستان، میثم بازی هم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم و ممنون از دعوتتون بابت این بازی.
ببین بچه‌ها وقتی میگید ما فیلینگی میزنیم، فیلینگی مگه میشه 2 نفر همه فیلینگشون رو 2 نفر باشه؟ چرا مثلا اسم خانم آذین نمیاد اصلا؟ اسم برادران توسلی چرا نمیاد؟ چرا اسم خانم سحر نمیاد؟ آقای امیرحسین داره اونجا میگه که فردا هم این اسم این 2 نفر باید تکرار بشه. آقای امیرحسین من به نظر این مشکوکه این حرف شما، چون که شما میخواید فشار رو اینجا نگه دارید، چه بخواید چه نخواید فردا اسم ما محو میشه. ولی اینو امیدوارم بهونه‌ای نکنید بابت اینکه شما مافیا چش باز کردید با یاراتون دیگه اسمتون رو نمیارم. من آقای امیرحسین خیلی مشکوکم، به خانم دورسای مشکوکم و به هومن عزیز. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. مرسی از آیدین جان از دعوتشون. من میکائیلم دوستان، خیلی خوشحالم که تو جمع قشنگتون دارم بازی میکنم. ببین آقا میثم، این فکتی که شما آوردی واسه روز 1 نه روز معارفه. خب اگه اسم مثلا خانم آذین نمیاد بعد بذاری روز بعد که مافیا هم دیگر رو دیدن بگی حالا چرا اسم ایشون نمیاد. خب فکت شما اشتباه اینجا بازی. نکنید خانم صبا 6 نفر قبل شما صحبت کردن، نباید حسی تارگت بزنید، باید بر اساس فکت و منطق دیگه تا به اینجا کار یه نفر رو باید مافیا داشته باشید دیگه. درسته؟ آقای پویان از نظر من مافیاست. چرا؟ چون خورده‌ای که به ایشون گرفتی 2 تا تارگت این وضعه که تارگتات با آقای ایمان مشترک بوده، پس این خورده اشتباه بوده. خانم سحر هم میتونه. متشکرم. سلام دوستان، آذین هستم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما. نفر آخرم حالا بخوام یه اتفاقایی که افتاد و به نظرم تو این دست بگم، یکی ایمان جان خیلی تارگت زدن، به نظر من میتونه مشکوک باشه، ترسیدن، یعنی به خاطر اینکه حالا بتونه یه سری تارگتاشو حذف کنه فردا. خانم مرسای که این نکته رو نگفت که بعد از ایمانه، به نظرم خودش میتونه مشکوک باشه. خانم سحرم خیلی تارگت سفتی نزدیم، به نظرم خیلی شل مثلا گفتید با شما میخوام بازی کنم، با شما میخوام تعامل کنم، به نظرم خیلی سفت نبود. و یکم خانم صبا گفتن بین پویان و سحر یه مافیا هست، بین یه ذره برای من کلمه مافیاییه، یه تارگت هم به شما میزنم. خیلی ممنون. متشکرم. مرسی از همه دوستان. میریم برای شب معارفه. تیم مافیا: آلکاپون، شعبده باز، بمبگذار. میتونید مشورت کنید با هم. متشکرم. تیم مافیا خواب. متشکرم. 3 2 1. بچه‌ها 30 ثانیه صحبت میکنید، 20 ثانیه هم چالشه. چالش هم قبل از صحبتتون لطفاً تعارف کنید. اینجا بفرمایید. بچه‌ها چالش بفرمایید. میرسون قبل من. میثم جان، من احساس میکنم شما فرار رو به جلو کردی دیروز بازی. شما اول اینکه من نگفتم تارگت بعد رو این افراد ادامه پیدا کنه، گفتم بعد ببینیم تارگت رو کدومشون ادامه پیدا میکنه، رو کدومشون تارگت قطع میشه. بعد شما ترسیدی از این که سریع خودتو کشیدی عقب، گفتی خب اگه من ادامه پیدا نکنم من مافیا نیستم و انگ مافیایی به من نزنیم. برای من خیلی مشکوک بود. مرسی. خب من با دیروز بازی یعنی روز بلایند یک مشکل خیلی بزرگ، 2 تا مشکل خیلی بزرگ داشتم. یکی اینکه ایمان معارفه من دوست نداشتی. خب من 3 تارگت زدم، سلکتیو، چجوری از قبل تعیین کردن پراکنده است، سر صحبت چه انتظاری داری؟ 4 تا تارگت زدی، همون تارگتای سحر بلا فاصله بعد از اینکه گفتش ایمان من بازی آیدین دوست نداشتم معارفه‌شو لایک داد، ولی سحر رو تارگت کردی. خب نمیشه دیگه. این ضد و نقیض بین شما. میثم میگی آید برادران توسلی شارژ نمیشن میثم، خب ولی تارگت به ما نمیزنی، تارگت 3 نفر دیگه است. و لحظه‌ای که ایمان میگه معارفه آیدین دوست نداشتم لایک هم میدی ولی منو تارگت نمیکنی. خب 2 نفر مشکوک اصلی اینجا دارم. نفر بعدی ببین یا کن، من خیلی کلاسیک بگم کلمه بین مافیایی واقعا، چون میترسی با کدوم چشم باز کنی. ایمان، صبا و میثم عباسی 3 تارگت اصلی من هستن. بفهمید. چالش
خب من با معرفت حال نکردم چون با انرژی حضور الان انرژی مافیایی ازت دارم، نه اینکه بگم آی اینو زدی حال نکردم. و چرا به سحر دیسلایک دادم؟ چون اصلا تو که نمیدونی دلیل من برای حال نکردن با این چیه. میگم با معارفه آیدین حال نکردم، سحر لایک میده، واسه همین سحر میشه الان تارگت من تو اینجای قضیه. چون من اصلا دلیلی برای تو نیاوردم، گفتم با نفر قبلی من اصلا حال نکردم. خب ولی اینجای بازی اصلا با تو الان کار ندارم، اتفاقا با اون میز خیلی کار دارم. اولا که بچه‌ها من 3 تا تارگت زدم، گفتم میثم خوشتیپ شده کچه‌ها بهش نشسته کاریش ندارم. کی گفتم میثم تارگت منه که همتون اینو دسته کردید دارید میگید ایمان 4 تا تارگت زدیم. کلام آخر پویان گفت پویان که من امشب باهات کار دارم صفر، از من این ایراد اشتباه رو میگیری که آزین پشت دستت میاد بالا خودت همون تارگت منو تارگت میکنی. متشکرم ایمان. امشب با شما هستم. چالش کسی میخواد بفهم؟ ایمان جان من اینجا نوشتم منو تارگت کردی، هومن میکائیل دورسای. چرا نوشتم؟ اوکی من اشتباه. تمام شد. خب من راجع به خانم آذین میخوام صحبت کنم به عنوان نفر آخر که خب خیلیا حرف زدن، شما نفر آخر بودین. چیزی جز این که گفتی ایمان 4 تا تارگت زد و برای من مشکوکه و دورسای که نفر بعدش بود به این موضوع اشاره نکرد. اتفاقا به نظر من این خیلی شهروندیه، یعنی خیالش راحته تارگت میزنه. برای من اینجوری من شما رو بیشتر از ترن قبل واقعا دارم به اضافه خانم سحر. به چرخه چالش میگم. متشکرم. دوستان چالش کسی نمیخواد. خب ایمان جان من اول از شما شروع کنم. من مشکلم با تارگت های تو نبود، مشکلم با تعداد تارگت های تو بود. خب آره یعنی من نگفتم که چیز. آقای میکائیل اینم برای شما هستش که دقیقا مشترک با ایمانه. مشکل من تعداد بود نه نفرات. آیا امیرحسین به نظر من چالشتو خیلی زود سوزوندی که بخوای یه نکته بگی به میثم. اصلا الان زمان این نبود، خیلی زود سوزوندی داشت میرسید به آیدین. برای من خیلی شهری فعلا، برای من شهری. ایمان اصلا برام شهر نیست، اصلا برام شهر نیست. مرسی پویان. خب ایمان میگی که برگشتم گفتم معارفه آیدین رو دوست ندارم، سر پشت دستم لایک میده. آره منم دوست ندارم. توی ترنم برگشتم گفتم نمیدونم چی میخوام بازیت برام در بیاد پس به تارگت میزنم. هنوز برام مشخص نیست، ذهن شهروندی دارم، خیلی طبیعیه. ولی وقتی که میای روی این موضوع فوکوس میکنی اتفاقا برای من آیدین سفیدتر میشه، تو برای من یه ذره سیاه‌تر میشی تا بازی بره جلو ببینم که داستان چیه. خب از این ورم میثم خیلی حرفاش برای من مشکوکه. تو آدمی نیستی که شهر باشی اینطوری بخوای هم بزنی بازیو، پس یه تارگت هم تویی. آذینم با اینکه دست آخر بود درست منسجم جنبندی نکردی، این ذهن پراکندت برای من مشکوکه. چالش کسی میخواد دوستان؟ برای میکائیل جان بفرم. من صحبت کنم. آقای پویان یه سوال دارم از شما. مافیای بعدیت به غیر از آقای ایمان کیه؟ آقای امیرحسین. به نظرم باید میگفتی خانم دورسای که تو ترن صحبتشون برگشته بود به خانم آذین گفته بود که من آقای ایمان رو شهروند بازی دارم، از نظر من 4 تا تارگت زده بود، شهروند بود. ببینید این فکت مافیایی که واسش میسازین به دلیل اینکه 4 تا تارگت زده یا 3 تا تارگت زده اشتباهه. الان مثلا 2 تا تارگت میزد دوباره بهش میگفتی مافیا؟ نه. درسته؟ این تعداد زدنه ملاک بر این نیستش که مافیا باشه. درسته؟ ببین اینجا چینی که آقای پویان چیده اشتباه بوده به نظر من. درسته؟ میخواد آقای ایمانو از نظر من پوش مافیایی کنه. چون باید میگفتی خانم دورسای داخل دک به همراه آقای ایمان مافیا، اصلا نباید سمت امیرحسین میرفت چون امیرحسین اعلام موضعی راجع به قطع مافیای تو نداشته. ببین پویان چالش رو به نظر من یعنی چی چالش رو زود گرفته؟ اتفاقا چالش رو من از سر صحبت گرفتم ببینم موضعا نسبت به حرفی که من راجع به میثم زدم، موضع آدما نسبت به میثم چیه. هنوزم مثل روز قبل بهش تارگت میدن که تا اینجا کار یه دونه آیدین اگه اشتباه نکنم به میثم تارگت زد، یکی خانم سحر با من، تا اینجا یعنی 3 نفر. خب قطعا هم که ما نمیشه که 3 نفر همه ریج کرده باشیم روی میثم که انقدر شو بخوایم 3 تا مافیا میثم رو بدیم بیرون. تا اینجا میثم برای من هنوز مشکوکه. تو هم با این دیالوگات و این
کاور عجیب غریبت بر من مشکوک. چالشم برای آقای میثم. پویان تو مگه دیروز به من تارگت نزدی؟ الان من شهروند شدم برات؟ شهروند نشدم، من مافیام برات؟ نمیدونی؟ تو دیروز به من تارگت زدی، امروز بلند شدی به کسی که منو تارگت کرده و من تارگتش کردم داری تارگت میزنی، میگی تو رو نمیدونم چی. خب مگه میشه؟ دیروز چون اتفاق نیفتاد که تو الان من برات از پوزیشن مافیا اومدم تو پوزیشن شهروندی. چین مافیایت اشتباهه پویان. به نظرم پویان خیلی مشکوک داره بازی میکنه و قشنگ ان شاء الله ترم خودم میگم. متشکرم. من به نظرم حالا البته الان میثم و پویان یه چالش ریزی خوردن، ولی من خودم جفتشون توی ذهنم یه حس مافیایی دارم بهشون، یعنی حتی قبل از اینکه میثم بخواد صحبت بکنه و تقریبا با امیرحسین همسو بودم. اون حرکتی که حالا میثم زد و پویانم وقتی ازش پرسیدن خب به غیر از ایمان کیو داری، خیلی مکس کرد و یهو امیرحسین رو نشون داد، یعنی انگار که مطمئن نبود، یهو همینجوری نشون داد، انگار که مثلا باید یکی رو نشون میداد و این مکسش به نظر من خیلی مافیایی طور بود و من بیشتر الان پویان رو دارم. برشون آیدین بگو. خب میکائیل از پویان میپرسه که تارگت کیه. خب سبا تو تارگت دیگه به جز پویان کیه؟ خب میدونی اینجا قضیه فرق میکنه، یه خورده میگیریم ولی خودت همون بازی رو میکنی. مگه بینا وجود نداشت؟ مگه 3 تا تارگت نزدی؟ اونا چی شدن؟ فقط الان بحث بین میثم و پویان داغ شد. بحثی هم نکردم، اینجا بحث شد. این قضیه این میشه که ذهن پراکنده، ذهن نامتمرکز. این واسه من مافیاییه. من این فکت دارم، داریم با فکت بازی میکنیم دیگه. شاید اشتباه بکنم. من به قول میکائیل همیشه میگه تعامل پذیرم تو شهر. واقعا تعامل پذیرم. مرسی. این هم برای من مشکوک بودش. پویان نمید خیلی دوستت دارم خودت میدونی، ولی شکلات شهروندی میدونی که نمیگیرن دیگه. ببخشید. خب ببینید دست پیش که حالا من تمام تارگت هم فیلینگی بود، بعد با یه حرف میکائیل موافق نبودم که چجوری میتونیم در ترن یک فیلینگ تارگت بزنیم. آقا هیچ کس ندیده، اصلا کسی یارشو دیده باشه، کارتشو دیده باشه، اصلا کسی ندیده. چرا نزنه؟ چرا فیلینگی نزنه؟ بعدش هم این که اصلا میکائیل چرا اینترن اسمت نمیاد؟ من برام سواله چرا اسمت اصلا نمیاد. ترن پیش اصلا از اینجا شروع شد، رندت کردن، همه رسید تا اون برو که منم برگشتم گفتم چه جای خطرناکی نشستم. اسمت نمیاد، برام جالبه. فعلا چالش بین پویا و میثم باید حل شه تو ذهنم تا این دوتا دوست عزیز ایمانم یه مقداری درگیرشم. چالش برای پویان. بچه‌ها ببخشید من از تو کلام نمیتونم براتون خرگوش در بیارم ها. یعنی باید یه ذره بازی بگذره، یه زمانی باید به من بدید. اصلا چالشی بین من و میثم عباسی وجود نداره. من اصلا میثم عباسی رو کاورش نکردم تو این بازی. من اصلا میثم عباسی رو شهرش نکردم تو این بازی. من فقط گفتم که چالش تو زود سوزوندی. یعنی شما توقع دارید از اون ور یه سوال از من میپرسن مافیا بدید که هم بلند شم یه نگاه بکنم بگم مافیا بدیم اینه. من احمد تیموری نیستم که در بیارم گل تو دستتون. خب باید بهم زمان بدید. میکائیل یا با هم وارد چالش میشیم، ایمان رو میذارم کنار، تو رو بلندت میکنم، یا بذار من بازی میکنم. از اول بازی منو تو فشار قرار نده. تو از قبل بازی رو من تو فشار منو قرار نده که درگیر میشیم با تو بازی. بچه چالشی نداری من و پویان. من پویان رو تارگت کردم، پویان راجع من حرفی نظره. ما با هم چالشی نداریم. من این آقا رو تارگت کردم فقط همین. الکی اینجا رو گره نکنید، اینجا بندازید با ما رو با هم. بعد اکثر کسایی که منو تارگت داشتن هنوز دارن اسم میکائیل نمیاد. میکائیل 2 تا حالت داره، یا تو مافیایی یا دارن میخرنت. یعنی یا تو رو دارن میبرن سمت خودشون که دیگه به تارگت نمیزنن که بری سمتشون. اینو باید ترن خودت بگی. سواد تو منو مافیا نداشتی. خب چرا نگفتی؟ فقط یه دونه تارگت زدی به نه اصلا نگفتی. گفتی من پویانو دارم اون نمیدونم چی. سبا مشکوکه. میکائیل خودت باید بگردی. آخه یه چی راجع به آیدین بگم. آیدین جان اگر من گفتم اسم شما نمیاد منظورم نیست که مافیایی، میگم شهروند ذهنش بچرخه، شما هم بیای تو ذهنش.
شما رزرو کردم الان خب من یه داستانی داریم. تارگت زدن فیلینگی اشکال نداره، ولی تارگت زدن فیلینگی برخلاف همه چیز اشکال داره. به این وقتی ما داریم نگاه میکنیم ناخودآگاه جهت نگاهمون به جهت چرخش بازیه. تو یهو برمیگردی برعکس میزنی. خانم سر که داری تایید میدی شما آیدین رو میزنی اونور رو میزنی دوباره برمیگردی اینور رو میزنی. من قطعاً به این قضایا که شما دارید به صورت غیر اتفاقی فیلینگی تارگت میزنید معلومه که دقت میکنم. پویان و میکائیل، من میکائیل رو دیدم که بازی میکنه، یعنی اونجوری نیست که یه موزه رو بگی تا تاش برید. به نظر من تو دعوای لج و لجبازی با هم دیگه نریم، با فکت با هم دیگه بریم جلو. یه داستانی هم این وسط داره پیش میاد که آقا اینی که چرخوندن سبا چرخوندش کردش میثم و پویان، بعد هومن هم پشت همون قضیه اومد. اجازه بدید من به شما دو نفر خیلی شک میکنم دارید عوض میکنید چه اینو. سبا و هومن من صحبت کنم. اول از دکتر خواهش یه سیو دارم. اون تهدیدی که پویان کرد والا اگه مافیا باشه من رفتم روز یک. خب یه سیو به من بده. من کلا با کسایی که یه دونه به نل میزنن یه دونه به میخ مخالفم. شما مگه پویان و مافیا نداشتی؟ چرا بعد هومن یوی ریختی رو من؟ آیا هومن شما هم جز کسایی بودی که دیروز بازی اسمت زیاد اومده، زیاد تارگت خوردی، شما چرا اسمت نمیاد امروز بازی؟ اصلا تو امروز بازی راجع به شما صحبت شد؟ کسی به تارگت زد امروز بازی؟ پس من به همین فکت خودت میگم شما مافیایی که من به آقای پویان تارگت زدم، قبضش مثل این که در خونه شما اومد، شما شک کردی رو من. الان آقای میثم هم داره میگه من مافیام. خانم سبایی که معتقد بود پویان مافیاست وقتی شما به من گفتی مافیا لایکشو داد. یعنی خانم سبا معتقد من داخل دک مافیام. چی؟ چی میگه؟ کسی چالش میخواد؟ خب بچه چند تا مورد که اینکه آیدین تو منو با پویان مقایسه میکنی راجع به این قضیه که من برگشتم بهش میگم که تو مکس کردی یکی دیگر رو نشون دادی. خب ولی وقتی که از من پرسیدن من نگفتم از من پرسیدی که خودت کیه چه کس دیگه رو داری، من کس دیگه رو نشون ندادم، گفتم پویان. ولی پویان انگار باید یکی رو نشون میداد، یه ذره مکس کرد فکر کرد امیرحسین رو نشون داد. من مسئله‌م اینه پویانم میتونست بگه فعلا فقط همون یه مورد ایمان بازم میخواستم بگم و غیر متمرکز بودم برای شهروند. من نگفتم چالش بین این دو نفره، گفتم این دو نفر رو توی ذهنم داشتم تا قبل از اینکه حرف بزنه، ولی در صورتی که وقتی این تارگت میزنه پویانو نمیتونن با هم توی کاتگوری قرار بگیرن. نگفتم چه. من قبل اینکه شما چالش بگیرین هم می‌خواستم تارگتمو از روز قبل شارژ کنم بهتون، ولی الان بیشتر چون که به نظرم شما وارد پوزیشن توضیح دادن شدید، یعنی توضیح دادید به آقای آیدین که من این دلیل یعنی یه ذره رفتید تو موضع دفاعی. یعنی همچنان من تارگتمو رو شما دارم. بعد ایمان تو روز اول نفر دوم بودی و راجع به آدمای خیلی زیادی حرف زدی. شما در مثلا جایگاه دوم دیتایی نداشتی که مثلا نهایتا راجع به آیدین میتونستی اطلاعات بدی. به خاطر همین به نظرم یعنی من تارگت روز اولم به شما به این دلیل بود، هنوزم برام یه ذره مشکوک هستین. اینجا بین پویان و میکائیل اگه بخوام حالا بگم یه مشکوک دارم با توجه چالشی که بین هم دارن، پویانو بیشتر تارگت دارم. مرسی. متشکرم. میریم برای رایگیری. بچه دو تا نکته رو تو رایگیری حتما دقت کنید. یکی اینکه دستتون کامل بیاد بالا، دست پایین باشه اصلا رأی حساب نمی‌کنم. دو رأی تأخیریه. رد شدم ازتون، رأی تأخیری رو به هیچ عنوان حساب نمی‌کنم. آیدین جان سر صحبت بودن. رأی برای آقای آیدین. یک رأی. متشکرم. ایمان جان. مرسی. خانم دورسای. متشکرم. پویان جان. 1 2 3 4 نمیان داخل دفاع. خانم سحر. متشکرم. امیرحسین. مرسی. خانم سبا. 1 رای. متشکرم. هومن. 1 2 تا. آقای میثم. 1 2 3 تا. میکائیل. 1 و خانم آذین. 1 رای. هیچ اتفاقی نمیفته. میریم برای فاز شب. بچه ماسکا رو لطفاً بچسبونید و اسلحه‌هاتون هم حالا خیلی آروم بازی کنید. آره. متشکرم.
زودیاک یه لایک به من نشون بده فقط. متشکرم. نمیخواد کاری انجام بدی. تیم مافیا آل کاپون، شعبده باز و بمبگذار. چلیک فقط به دست آل کاپون. تیم مافیا سریع‌تر. شعبده باز. بمبگذار. متشکرم. تیم مافیا خواب. دکتر بازی بالا. متشکرم. کاراگاه استعلام. متشکرم کاراگاه. حرفه‌ای. حرفه‌ای بازی بیدار. مرسی دیدم حرفه‌ای. تفنگدار. این تعداد جنگی. متشکرم. شونه هر کسی رو که لمس کردم فردا مسلحه تا قبل از رأی میتونه فقط شکل. شونه کسی که لمس شد لایک. شما فردا مسلح هستید تا قبل از رأی گیری میتونید چلیک بکنید. و اوشن بازی بیدار. متشکرم اوشن. شونه هر کسی رو که لمس کردم بیدار شه. معرفی میکنم اوشن بازی. 5 ثانیه مشورت. سه، دو، یک. روزه. خب تو شبی که گذشت با هیچ کس خداحافظی نمی‌کنیم. سر صحبت آیدین شما بودی؟ 1 2 3. پویان جان. ایمان جان، من به شما تارگت 0 زدم. دیگه نه تارگت به من زدی نه چیزی، هیچ ریاکشنی بهش نشون ندادی. خانم صبا، وقتی که یک نفر از من میپرسه مافیای بعدیت کیه، وقتی که کلا یه روز معارفه گذشته و 3 نفر صحبت کردن، من به قطع نمیتونم یه مافیا رو واسهتون بیارم حالا. غالبا باید فکر کنم. اما به شما تارگت نمیزنم. حس میکنم شاید یه مقدار تو جو بازی دارید میگردید دنبال چیز. به خاطر این گمراهی که دارید میگردید به همه تارگت میزنید اینا، میتونم آدز شهروندی بذارم. چرا میگی خانم دورسا رو من تارگت نمیکنم؟ چون مافیا ندارمش. آره همین قصدی. آقای هومن، من به شما خیلی مشکوکم. حس میکنم اینجای بازی شما فقط میخوای یه نفر بره بیرون. فرقی برات نداره. پویان بره بیرون، میکائیل بره بیرون، میثم بره بیرون. هیچ فرقی برات نداره. خیلی به شما مشکوکم. خیلی به شما مشکوکم. چالش میگیرم. اوکی. خب برای اینکه دیر نشه، ببین دقت کنید 4 تا رأی داشتی، یه رأی دیگه می‌خواستی که بیای بالا، من بهت رأی ندادم.
من مستقیم تو بودم دیگه. از رای ندادنم باید بفهمی که من با تو اومدم پایین. من پلیر تحمل پذیریم. وقتی میبینم یه دک دارن به تارگت میزنن معلومه میترسم. و من اگه مافیا باشم که پوشت میکنم. بعد با تو الان برمیگردی به من شک میکنی؟ خب الان من همین حرفت باعث میشه باز یه ذره بهت شک بکنم دیگه. من میتونستم الان 50 رای بدم پوشت کنم رفته باشی بیرون دیگه. ولی تعامل پذیر بودم، ترسیدم که یه دک دارن به تارگت میزنن. و هومن به من رای دادی، به آیدین رای دادی، به میکائیل رای دادی، به اون رای دادی. اصلا بیخیال. و خانم آذین، 2 شب گذشته این همه اتفاقای جذاب تو بازی افتاده. شما هنوز درگیر این که ایمان 4 تا تارگت زد؟ بابا یه چیز جدید بیار تو بازی تو رو قربان. متشکرم. خب من یه ذره رو پویان اینطوری هم یه جا میرم خاکستری میشه برام، یه جا یه حرفی میزنه قشنگ با ذهنیت من میخونه، برای من یه ذره میکشه عقب. اصلا نمیتونم تشخیص بدم که پویان چیه تو بازی دقیقاً. و میخواستم همون نکته‌ای که تو اشاره کردی بگم که حالا دیگه تکرارش نمیکنم. و بله اینجای بازی من رو شمام آقا هومن، این نمیفهمم اصلا همجوری میخوای بدی بیرون رای گیری اصلا هیچ فکت درستی هم نمیاری. و همین دیگه. الان من مشکل اصلیم الان پویان، اتفاقا احساس میکنم که یه بازی را انداخت با میثم که یه سریا بیان رو موج و پیدا کنی، همون از تو کلات اتفاقا در بیاری، بعد یه جا یه فکتی میگی که برای من درست. الان نمیدونم دیگه، الان بین شما موندم، ولی هومن فعلا برای من خیلی مافیاتر نشسته. مرسی. چالش برای آیدین. نه میگم که ثبت بشه. ببخشید دیگه دوست دارم. ببین من میخوام شارژ کنم این قضیه رو، چون اصلا من میخواستم صحبت کنم. من یه سوال ازت دارم. ببین میخوام با لایک و دیسلایک جواب بدی بهم. سبا مافیا داری؟ پویان مافیا داری؟ سحر مافیا داری؟ خب 2 نفر از مافیاهات و 1 نفر از شهروندات به من گفتن شهروند بازی. چرا به من رأی میدی؟ ها؟ خب نوشته باشه. نه الان این جواب اینو به من جواب بده. خب کاری به فکت بچه‌ها ندارم ها. 2 نفر از مافیاها و 1 شهروندت میگه من مافیایی، من شهروند بازیام. رأیو من واقعا تعجب کردم که من دادی. خیلی عجیب غریب بودش. تارگت اصلی من با احترام هستی. آذین جان راست میگه. ببین یکم من سبا جون فکتش درست بود. یعنی احساس میکنم که گمراه داری بازی میکنی و فقط هم واسه من داری توضیح میدی. من فعلا تو سوراخ کردم ولی توضیح داری واسه من میدی. باید کاری ندارم فعلا. میریم جلو. میثم اسمت هم دیگه تو هم قطع شد. اسمت قطع شد نمیاد دیگه. همین. قربونت برم. ببین من دقیقا همینو میخواستم بگم. الان اسم میثم دیگه نمیاد، همه ریختن رو هومن. ببین هومن درسته حالا شاید به تعداد نفرات زیادی رأی داد، ولی به نظر من به تارگتاش رأی دادم. من خودم به تارگتام، مثلا من به پویان تارگت زدم رأی دادم، به میثم رأی دادم. به نظر من هومن نمیتونه آخه تک مافیا مثلا به همه رأی بده بعد یاراش همینجوری بشینن هیچکیو نکنه تو دفاعیه. ولی میثم مثلا دیروز بازی اونقدری که تارگت خورد رأی نیاورد، کلا مثلا فکر کنم 2 نفر 3 نفر بهش رأی دادن. الان اصلا نمیدونم انگار سناریوئه که اوکی آقا فردا بلند شدیم هومن رو بکنیم بیرون. من هومن رو اینجا کاور میکنم، همچنان رو میثم و مافیا دارم. یه خوردم فکر کنم دیگه تایمم تموم شد. خودم فهمیدم. چالشم برای میثم. آیا میرسن سناریو که هومن رو بکنید بیرون کی شروع کرده؟ با تارگتش کنید دیگه. من نمیگی سناریو بدیمش بیرون، خب تارگتش کن. ببین بعد شما میگی اسم میثم نیومده، 2 نفر صحبت کردن اسم من نیومده. خانم سحر اسم من آورد. خانم سحری که به من رأی داد با شما با خانم سبا، خانم سحر نفر دوم نشسته اسم من آورده. آقا چالش گرفته اسم من آورده، شما اسم من آوردی. اصلا این خب پویان جان نمیخوای تو اون 4 تا بگردی؟ تو مگه شهروند نیستی؟ نمیخوای تو 4 تا رأیت بگردی دنبال مافیا؟ خیلی عجیب داری بازی میکنی. خب من که به میثم رأی داد اسمشو آوردم، بهش رأیم دادم، هم به میثم هم به پویان. و اینکه آقای میگه من کلا نمیدونم اصلا حالت دفاعی هست. دیروزم تو تمرین میگفتین صبح دفاعی صحبت میکنین، شهرم بودم، ولی
کلا ناخواسته این شکلی میشه. آقا میکائیل، من دست پیشم به این که هومن گفتش که شما تارگتی لایک ندادم، به اینکه گفتش اسم میکائیل نیامد لایک دادم و شما تو دک من هنوز نیستین، کاری ندارم. ولی همچنان پویان هست، من میگردم دنبال یاراش و میسم هم برای من هست و من میخوام ببینم هومن آیا این همه اسمش میاد رای هم میاره یا نه، چون بارها این اتفاق افتاده هی اسم میاد ولی آخر سر یه رای میاره، 2 رای میاره. من اینو خیلی دقت میکنم. بفرمایید شما چالشو بفرمایید. بچه‌ها یه چیزی ذهن منو مشغول کرد، چون خیلی رو پویان دارم فکر میکنم که بازیشو در بیارم. شب دومه و شب زودیاک هم هستش و الان هی دارم تحلیل میکنم که بازی پویان برام در بیاد و رایگیری‌ها رو دارم تو ذهنم تحلیل میکنم. یه آدز زودیاکی من از پویان تا اینجای بازی دارم میگیرم، من نمیدونم چون شب دوم ذهنم همین. خب ایمان، اول از همه که اصلا به تو رأی ندادم، اسمت هم اینجا خط زدم، اصلا به تو رأی ندادم. آیدین رو رأی دادم، میکائیل رو رأی دادم و پویان رو رأی دادم. خانم چرا ایمان چرا میترسی؟ مگه چالش نداری با پویان؟ بدش بیرون. شهر ترسون نمیخواد، بدش بیرون در بیاد. آقا یا داری جنگ زرگری میکنی این وسط، خب یا هم اگر شهری آره آقا من دوست دارم خلافت عمل کنم، دوست ندارم با موج مافیا بیام جلو. بعدش هم این آیدین، من قرار نیست تارگتم اونطوری که تو به خودت رسیدی بهت برسم. من تو تمرینم یه جور دیگه بهت رسیدم. کلمه بینی که با این خانوم استفاده کردی رو دستک کردم، برام گزینه شدی، خواستی بخریش، کاری که دیروز داشتی با من میکردی. چالش بفرمایید. ببین من سردست صحبت کردم، اسم آقای هومن رو آوردم، چند نفر آوردن. اصلا آقای هومن بازیش عوض شد، اصلا دیروز بازی اینجوری نبودی. شما من میگه اونایی که بهم رأی دادن بیارم بیرون، آقا من دارم کارمو انجام میدم، من میدونم، خب یعنی واقعا میدونم، منتظرم یا تو رأی گیری بیارنم بالا، یه فشاری بهم بیارن من از بازی بیرون کنم. ولی اینجا به نظرم آقای هومن بره بیرون تو رأی گیری. بره بیرون. تو رأی گیری ها من بهت بگم میکائیل. آقا میدونی کیه؟ خب بگو ما هم بدونیم دیگه. چجوری؟ نمیگی که. ببین امیرحسین دیسلایک داد رو هومن، اول نفرم که انداخت رو هومن مثلا خانم سحر بود. خب حالا تو هم یه جمله گفتی. آقا امیرحسین من این سوالی دارم، من نمیخوام بگم نه شما مافیا نه شهروند، اصلا میخوام دیالوگ بکنم با شما. نظر آقای میکائیل چیه؟ نداری؟ شما مگه روز اول نگفتی که این 2 نفر خیلی دارن میخوام ببینیم کی راجبش بیشتر صحبت میشه کی کمتر؟ خب همش راجب من صحبت میشه، راجب آقای میکائیل صحبت نمیشه. بعد برای شما هنوز من مشکوکم آقای میکائیل شهرونده؟ میگم این برآیند روز یک شما الان جواب نمیده. من هومنو نیستم حقیقت. حالا هرچی شهرونده باشه. تو میگی منو بدیم بیرون، بعد میگیم رأیم تو رأیگیری میکائیله؟ کی برگشت گفت میکائیل اسمت نمیاد؟ دیوانم مگه به عنوان مافیا بیارمش بالا بگم اسمت نمیاد یارمو ببینم؟ بعد داری هم من هم میکائیل رو با هم میاری بالا؟ اشتباه تو بعد اول میخوام. من صحبت کنم بچه‌ها. دقیقه شهروندا توجه کنید به خودتون، بیاد خیلی بازی به نظر من ایزیه. خب کیه؟ الان آقا میثمو چی داری شما؟ دست باچه چرا میشه؟ شهروندته. شما آقا پویان چی داری داخل؟ آقا پویانو سوسو قطعا بین این 2 نفر که مافیا نشسته. مگه میشه اون پویان میخواد شهروند تو رو از داخل دک بکنه بیرون بعد میگی سوسو هم؟ نمیشه. بچه‌ها امروز که باید یه دونه خروجی داشته باشیم تا ساید در بیاد، حداقلش باید ساید یه نفر در بیاد. اوکیه؟ من تو رأی گیریتم، من که دیروز بازی گفتم هومن داخل دک مافیاه که یه دونه به نل میزنه یه دونه چجوری الان گرفتی رو من؟ کیه؟ من زودیاکم؟ اون زودیاکه. متشکرم. چالش با احترام آقای پویان، به نظر من شما کلا بری بیرون برای بازی خوبه، چون یا مافیایی به نظر من که بیشتر مافیایی یا زودیاکی. ببین کلا من چون نوشتم
دائما تارگت های شما پراکنده است. بعد الان شما اصلا هیچ راجع به آقای میکائیل اصلا تارگتی نداشتی کلا، بعد الان میخوای ایشون بره بیرون. من کلا گوش کردم و بیشتر ذهنیتم رو شما بود که شما رو در بیارم و من تنها رأی من امشب شما هست. مرسی. اول از اینکه من میخوام اوشن منو 100% بیدار کنه، یعنی با اطمینان کامل و با صداقت کامل دارم میگم منو اوشن بیدار کنه به نفع شهر. این اول. البته خودش تصمیم بگیره فلان، ولی بیدار کنه خوبه. بعد همچنان بین پویان و آقای میکائیل، بر من میکائیل شهره. شما و منم با بیرون رفتن آقای پویان امروز موافقم. یعنی احساس میکنم که آقای هومنو دارین میدید بیرون تو بازی، یعنی منم با بیرون رفتن آقای پویان موافقم. بچه چالش میخوام چالش بدم واقعا. مرسی. یه صحبت کنم. آقای میثم معتقده که آقای هومن داخل دک شهرونده. درسته؟ اولین کسی که آقای هومن رو شهروند کرد کی بود؟ آقای امیرحسین، کسی که شما مافیاش داری. درسته؟ دیسلایک نده آقای میثم، داری اذیت هم می‌کنی. رأی می‌کشم زیرت بری بیرون. ناکن بین آقای پویان و آقای هومن سایت هست. شما خودتون موافق هستی که سایت هست بین شما دوتا؟ بین شما دوتا سایده، یک کدومتون مافیا، اینم یارشه. من مطمئنم میثم مافیا. چرا به من خورده میگیری؟ مگه اسم خانم دورسای اومد چرا اسم خانم دورسای نیاوردی؟ یا اسم خانم آذین اومد چرا اسم خانم آذین نیاوردی؟ چند نفر به خانم سحر تارگت زده بودن چرا اسم اونا رو نیاوردی؟ اگه ذهنیت شهروندی، پس باید به اینا خورده میگرفتی که نگرفتی، می‌خواستی کره بگیری. آقای میثم مافیا، بین این دو نفرم یه دونه یار داره. ببین امیرحسین، هومن پوش مافیایی نشده از نظر من. 7 تا شهروند داریم، 4 نفر دارن، مثلا 4 تا رأی داره دیگه، 4 تا رأیش هم ماییم، پس نمیشه گفت داره پوش میشه یا کل دک دارن بهش تارگت میزنن تو ازش دفاع کنی. این دفاع مشکوکه. قبول داری؟ 4 نفر دارن تارگت میزنن دیگه، یه دک تارگت نمیزنه که حالا 2 نفر یه نفر اینجا اضافه شده بهش مثلا دارن میزنن. این واسه من مشکوکه، این قضیه این واسه من در نمیاد، باید حلش کنیم. هومن، من به فکت دیگر رو تارگت نزنم. من نمیگم که تو با عقل خودت بازی میکنی، قبول دارم اینو، ولی نمیتونی داریم بازی پرفکت دیگه، داری مافیا تعیین میکنی، شهروند تعیین میکنی، کلشون دارن به هم میگن شهروند، نباید با من درگیری شی که. نمیشه که آخه بی منطقه. من مجبورم به تو رأی بدم. ببین کن، چون مقابل منی، از من پایین نمیام، من هیدرم با تعامل میکنم، میگم اینه میگی نه اینه نه هنوزم به من رأی میخوای بدی. خب این من نکن، این تعامل نمیکنی، مافیا تعامل نمیکنه، پس مافیای بازی دیگه. میثم واسه من مافیای بازی، مافیا دوم بازیه. من هی دارم میگم اول نفر من اسمش نمیاد، 2 بار دیگه بیشتر اسمت نیومدش. خب معلومه شارژ نشد به نظر مافیای شما. بله، به رفیقمون هم تارگت نزن، میذارم دهنتون. پویانو گفت تارگت بهش نزن رفیقش. خیلی دارم خوددار به جز یک نفر در بازی تارگت نزن. من میشه چیزش بگم بعد بدم؟ من خیلی مظلومم. من صحبت کنم. آیدی جا، شما هنسفیری تو گوشت اسم من رو نمیشنوی؟ نصف دکتر اسم من نمیاد. من نمیدونم شما جای دیگه داری بازی میکنی. 3 بار اومده اسم من، همه اسم من آوردن. بعد من آقای امیرحسین رو من کجا مافیا کردم؟ گفتم آقا امیرحسین من دارم با شما دیالوگ برقرار میکنم، این آقا برات مشکوکه یا نه؟ بعد شما میگی چرا با خانم آذین گیریم، با خانم دورسا گیر نمیدی؟ عزیز من شما روز یک 20 نفر اسمت آوردن، دیگه کسی اسمت رو نیاورده. این 2 نفر که از روز اول کسی اسمشون رو نیاورده. شما کجای بازی نشستی که روز یک بعد مشکوک بهت میگم آقا من بهتون تارگت نظرم، گفتم تو برو دنبال اون کسایی که بهت دیگه تارگت نظرن میخوام بخرن، تو همینجور نشستی منو داری تارگت میکنی. قطعی این آقا مافیاست، خانم سهرم قطعی مافیا، 2 تا مافیا قطعی تا اینجای بازی. هومن جان ببین، دیروز بازی من و پویان افتادیم به جون هم دیگه. از تارگت‌های زیادی که پویان خوردش من ترسیدم، دستمو کردم تو جیبم، بهش رأی ندادم، پوشش نکردم. تو امروز بازی پاشایی به من میگی ترسیدی اونو کردی بیرون، تو چرا خودت باش سایت نمیبندی؟ شما که شجاعی. پس شما یه آگاهی داری که من و این دوتا با هم دیگه شهریم، میخوای یکی از ما رو بدی بالا دار دیگه، ولی خودت دستای خودتو نمیخوای خونی کنی. برمیگرده ازت میپرسش بین شما دوتا سایت هست، جواب نمیدی. میکائیل پرسید قبول داری بین شما دوتا سایت هست، جواب نمیدی. بعد پا میشی به من خورده میگیری، میگی چرا ترسیدی بدیش بیرون؟
خب داداش شما خود نمیخوای دستتو خونی کنی، آگاهیه، شما میدونی ما دوتا شهریم، نمیخواستی دستتو خونی کنی، اومدی سراغ من که من پویانو بدم بیرون، شهر خونده شه بعدش منو بدی بیرون، تمام. یا سوپرمن شدی یا یارشی. سوپرمن الکی هم نشو، فکت روش میشینه. چالش شما الان ایشونو آقای پویانو سفید داری؟ بهت مشکوکم. تارگت بعدیم شمایی؟ چون من هر جوری دارم فکر میکنم آقای پویان واقعا خیلی فکتای زیادی روش میشینه. اصلا سردرگمیش از اول اصلا تارگتاش آقا رو کاور کرد، شما رو تارگت کرد. احساس میکنم یه زرگری وجود یعنی اونجا که داشتین به هم تارگت میزنین زرگری بود که الان شما داری آقا رو سفید میکنی. من همه جوره آقای پویان رو دارم. خیلی دوستت دارم. اگه میخوای هومن رو بزنی اول با منو بزنی. خطا نره. خیلی راحت. شما تفنگ آب پشت دستته. میتونی یه ذره فیکسش کنی. متشکرم. سر صحبت پویان شما بودی؟ بچه‌ها رأی با تأخیر حساب نمیشه، دستتون هم کامل بیارید بالا. رأی برای پویان 1 2 3 4 5 6 7. رأی برای خانم سحر. رأی برای امیرحسین. رأی برای خانم صبا. رأی برای هومن. 1 2 3 4 5 شما هم دفاع. رأی برای میثم. 1 2 3 4 5 رأی برای میکائیل. رأی برای خانم آذین. رأی برای آیدین. رأی برای ایمان. و رأی برای خانم دورسای. 3 نفر داخل دفاعیه هستن. بچه‌ها من تارگتامو میذارم اگه رفتم بیرون واسه وصیتم. خب الان از خودم دفاع میکنم. اگر این بازی رو به بازی من از این بازی برم بیرون، میکائیل منو از بازی بیرون نکرده، امیرحسین من از بازی بیرون نکرده، من به خانم دورسا باختم، من به خانم آذین باختم، من به خانم سحر باختم. من هیچ جوره نمیتونم ایشونو راضی کنم الان. خب هیچ تارگتی نداره. پراکندگی من واسه چیه؟ باید مافیا رو در بیارم. چیکار کنم؟ باید بزنم به ایمان، باید بزنم به میثم. چی جوری مافیا رو در بیارم؟ نگاهتون که نمیتونم بکنم. کلام آخر. کیا دارن به من تارگت میزنن؟ ما با ایمان دعوا داشتیم. خانم آذین میگه من، شما میگی من، خانم سحر میگه من، امیرحسین میگه من، خانم صبا تارگت، آقای هومن، میثم. یعنی من هیچ یاری ندارم. متشکرم. یه ذره فکر باید بکنید تو بازی. مرسی. تنها جایی که باهات موافق بودم همین جمله الانت بود. اگرم به بازیم به شهر باختیم، چون دقیقاً 2 نفری که الان تو چالشن و اصلا تکلیفتون مشخص نیست، به جفتمون رأی دادیم. خب اوکی، خود من همینو گفتم بده بیرون آقا، شهری منو بده بیرون، اگر برات چیزی در میاد بده بیرون. وای نستا بازی نکن، بازی میکنی داری مافیایی بازی میکنی برای من. حرف دست پیش من در مورد پویان بود، منم با 5 تا رای اومدم بالا. اگر چالش داری بده بیرون، در بیار بازی رو، بعد آخر بازی نگی به من حواسم نبود گول اینو خوردم گول اونو. خیلی واضح داره بازی میچرخه. تارگت ها و به قول معروف دفاعی های ایشون که کاملا مشخص بود، یعنی من خود من باشم باش، چون تکلیفم مشخص نیست میخوام برم بیرون، بره بیرون تکلیف بازیمو بدونم، ببینم یارم کیه. منم از اول که تارگتمو میکائیل زدم، اگرم نبود میکائیل رو در نظر داشته باش. چین مافیا در نیومده؟ من اومدیم دیگه، 3 تا یاریم دیگه، خیلی واضح نیست؟ شهری که هیچ برایندی نداره 3 نفر رو با رأی بالا آورده تو دفاع، یعنی مافیا آورده بالا. به نظر خودتون خیلی جالبه. من نگفتی من اسمم نمیاد؟ دیدی چند تا رأی آوردم؟ دیدی دست پیشم چند تا رأی آوردم؟ دیدی آقا دست پیش چند تا رأی آورد؟ این دست چند تا رأی آورد؟ دست پیش من شهروند بهش رأی ندادم با اون برادرت که کنارت نشسته. ما 2 تا دادیم، 6 تا رأی دست پیش آورده بود، این دستم که 9 تا رأی آورده. بعد برایند نداری داخل، منو گذاشتید تو موضع دفاع. همه دارم که من فقط باید بشینم دفاع کنم، تارگتام اصلا یه دونه رأی هم نمیارم. یارم که ندارم، شبام که با هم هماهنگ نکردیم به کی رأی بدیم.
به خودتون باختید، به خودتون هم میبازید. چون من میرم بیرون میخونه شهروند، بعد میخوام ببینم کیو بعد من میخواد برید بیرون. همتون باید برید بیرون. 3 نفر تو دفاعی هستن، میریم برای رای گیری. فقط به 1 نفر میتونید رای بدید، اونم تو خواب نیمروزی. لطفا ماسکاتون رو بذارید، میبینید خودتون هم نمیتونید رای بدید. بچه‌ها ماسکاتون رو تحت هیچ شرایطی نیارید پایین، فقط با دست به من اعلام کنید، یعنی اسم هر شخصی رو که گفتم رایتون رو بدید. رای برای پویان، مرسی، دستا رو بندازید. رای برای هومن، مرسی. و رای برای میثم، متشکرم. بیدار شید. شما خروجی بازی هستید. من فقط یه نکته رو بگم، 4 رای، 3 رای، 1 رای. بچه‌ها خیلی تا اینجای بازی خوب بود. واقعا افتضاح بازی کردید. واقعا براتون متاسفم با این نحوه بازی. میره بیرون، استعلام منو بگیرید، بعد به وصیتم گوش کنید. اگر فردا اینی که من میگم از بازی نره بیرون، تیر خلاص رو به خودتون زدید. من میتونم وایسم؟ آقا هومنو که بدید بیرون. تیر داشتید میکائیل رو بزنید. چین مافیایی واسهتون میچینم. میکائیل، امیر حسین، اصلا آقای میکائیل، آقای امیر حسین، آقای هومن، آقای ایمان. 3 تا مافیا، یه دونه زودیاک. امکان نداره. خیلی بازی واضحه. گمراه ها رو توش پیدا کنید. آقا مشخصه. من میدونم آقا کی داره گمراه بازی میکنه، کی داره چجوری بازی میکنه. متشکرم ازت. آقا بدین بیرون. اولویت آقای میکائیل رو بذارید. تیر تفنگدار تفنگ بده، بزنید، نترسید با من. خیلی متشکرم. خیلی بد بازی کردید. من ناراحت شدم. دوزتون ندارم. مرسی. 3 2 1 میریم برای فاز شب. بچه‌ها ماسکا رو لطفاً بچسبونید کامل به صورتتون. خاصی ازتون نبینم دیگه، کاملا حرفه‌ای هستید. پس با اعلام من زودیا که بازی بالا. خب تیم مافیا، آلکاپون، شعبده باز، بمب گذار، شلیک فقط به دست آلکاپون. تیم مافیا سریعتر. سریعتر. شعبده باز. You ignore me, I will defuse you forever. بمب گذار. تیم مافیا خواب، دکتر بازی بالا. دکتر خواب، کاراگاه. متشکرم. حرفه‌ای. حرفه‌ای خواب، تفنگدار، این تعداد جنگی.
متشکرم. من دورتون میچرخم، دست شونه هر کسی رو که لمس کردم مسلحه. شونه کسی که لمس شد لایک. شما فردا مسلح هستید تا قبل از رأی گیری. اوشن بازی متشکرم. 3 2 1 از این اتفاقاتی که تو شب میفته من خیلی استقبال میکنم. خروجی های بازی رو بهتون بگم که عشق کنید دور هم. آقای آیدین توسلی، صرفا خواستم اسمتو صدا بزنم همین. امیرحسین جان خیلی مخلصیم، خانم صبا خیلی مخلصیم و خانم دورسا خیلی مخلصیم و آقا میثم بمب جلوی شماست، امکان داره که منفجر شید. صحبتی هست بفرمایید. رأی میاره از بازی شما 1 2 3 نفر با پویان 4 نفر خارج شدن که 1 مافیا خارج شده از بازیتون. امیرحسین مافیای بازی بودش، نظر منه. حالا کسی نظر دیگه ای داره بگه، به خاطر اینکه هم شات زودیاک داشتیم، هم شات مافیا، هم شات اسنایپر داشتیم. حالا میتونه زودیاک کمکمون کرده باشه که امیرحسین زده باشه یا اینکه اسنایپر، حالا نمیدونم، تحلیلش رو بعدا انجام میدم. سری چالش گرفتم. امیرحسین به شدت دفاع میکرد از هومن. فکت رای گیری پویان 7 رای بازی خارج، 3 رای و 1 رای، یه رای هم من بودم. رایم به تو بودی. مافیا بعدی اینجاست دیگه. بفهمید. شما گفتی که امیرحسین رو زودیاک زده، امیرحسین مافیا بوده، زودیاک زده. اسنایپر که میتونه زده باشه، اسنایپر که نمیتونه، اسنایپر بیرونه نیست. اون چند نفر رفتن بیرون دیشب؟ 2 شب رفتن. خب باشه، حالا من نمیدونم. ببین من به نظرم تو خودت میتونی مافیا باشی فعلا. من چون تو ذهنم اینه که اسنایپر شاید اشتباه زده باشه، هومن رو فعلا نمیتونم کارش بکنم. نمیتونم. من احساس میکنم اسنایپر بیرونه. من روی تو هستم و روی خانم سحر. شما میخوره تعامل کن آقای میکائیل با من. انقدر منو تحت فشار نذار که دفاع کنم. میکائیل خب ببین، یه دونه مافیا بیرون داریم. اون یه دونه مافیات کیه؟ مگه میشه تو یه پلیر تحلیل نداشته باشی؟ یه دونه مافیا امیرحسینی که سوپرمن شد وایساد جلو هومن دیگه. ببین پویان با 7 تا رأی اومد بالا، بعد با 5 تا بعد فکت رایگیری آوردش، اینا کن شیک کردش از روی منو پویان میخواست برداره، گفت تو اونو بده بیرون. الان که رفته بیرون شهر خونده شده. بعد گفتش چرا نمیدیش بیرون؟ بعد میکائیل ازش پرسیدش، گفت تو خودت سایت بگیر. گفت نمیگیرم چون میترسی شهر بده بیرون. اون مافیا هم که افتاده بیرون افتاد جلویشون، پس معلومه ایشون یارشه. تمام، اصلا بحثی توش نیست. تک رأی من. اگه میخواید اتفاقات شب بگید، بعد ذهنم بذارید که شاید آقا اوشن اصلا اشتباه بیدار کرده باشه. چرا انقدر دقیق میگید که حرفه‌ای زده؟ نمیدونم این آگاهی رو از کجا دارید. خب شاید اوشن اشتباه بیدار کرده باشه. الان اون کسی که رفته بیرون تکلیفش چیه؟ شهروند بوده. من خودم بهش رأی نداده بودم، یعنی رأی من آقای هومن بوده. خب به نظر من باید آقای خروجی بازی امروزمون آقای هومن باشه به نظر من. راستش منم خیلی تحلیلی از اینکه کدومی که از این 3 تا مافیا بوده نمی‌کنم و ندارم، ولی باز به نظر منم آقای امیرحسین بیشتر بهش میومد که مافیا باشه. و چون شما رو شهر دارم، با خروجی آقای هومن موافقم. میکائیل رو شهر دارم، با خروجی آقای هومن موافقم. بچه چالش برای شما. میشه راجع به بمب صحبت کنیم؟ بمبی که جلو من گذاشتن، تحلیلی هیچی. نه خب چرا بمب جلو منه؟ آقا من تو رأیگیری نرفتم بیرون، شب یکم شاید نداشتیم، شاید دکتر منو سیو داده باشه، اونجوری هم نرفتم بیرون، بمب جلو منه. خب ببین من یه تری تارگت ها دارم که اینا رو ول نمی‌کنم. یکیش خانم سحره. منطقیه که شما مافیا باشی که بمب جلو منه؟ محافظ اگه تو بازی هست که تو بازی دیگه، شاید هم اگه پویان نبوده باشه خواهش می‌کنم محافظ بلند شه برای من.
اگه موافقید لایک بدید، موافقم نیستید بگید، اینو حتما بگید. من یه دونه آدز میذارم که بمبو جلو خودت شاید گذاشته باشی، فقط همین. یعنی اینا کن ببین آقا میثم پلیر خیلی خفنی هستی، جدی میگم، باهاتم 2-3 سال بازی میکنم، این کار از تو برمیاد. یعنی اگه جلوی کسی دیگه بود این فکتو شاید به این راحتی نمی آوردم. این فکتو میذارم ولی نمیتونم راجعش تحلیل بکنم. میخواستم اینو تا میگی بگم، من خواستم بگم این قضیه رو. ببین نظر راجع به هومن چیه؟ لایک و دیسلایک. نمیتونی هومن رو شهر بکنی. نظر میگی هومن اوکی. چالش هم من میخواستم هومن بگیره از این قضیه. یه جمله آخر فقط بگم تا ببندم. ما الان 2 مافیا، 1 زودیاک و بقیه شهروند، یعنی 2 مافیا 1 2 3 4 5 6 7، یعنی ما الان 4 نفر شهروند داریم و 3 تا مافیا. آدزبورد خیلی کمه بچه. من هومن رای چالش. بله بچه من ازتون انتظار دارم که تارگت مستقیم داشته باشید. خانم آذین چون میکائیل و شهر دارم به خاطر میکائیل به فنالی رای میدم؟ نه، چون اینه همتون باید الان اینجای بازی تارگت مستقیم داشته باشید، باید تحلیل کرده باشید، تارگت داشته باشید، از شب هم باید تحلیل داشته باشید. من که از شب اول با خانم آذین بودم و هستم، ولی فورس من هنوز آقای هومنه. من 30 تا هنوز فکت دارم که رو آقای هومن میشینه. امیر حسینی که رفته بازی و هنوز خودتون هیچ کدومتون تقریبا تکلیفاتون رو مشخص نکردید که مافیاتون کی بوده. حالا شاید من دارم من مافیام، حالا شاید من دارم اشتباه میگم ولی من تک رایم هومنه. آقای هومن برای من خیلی عجیبه اینجا بازی چرا چالش نمیگیری؟ خودت حداقل دفاع کنی اگه تو شهروندی. ببین من تو پوزیشن شهروندی دوست ندارم ببازم حقیقت. من میگم آقا همیشه 1% شاید طرف شهروند باشه، ولی اینکه 99% آقا اصلا فکت مافیایی روش میشینه. چرا از خودت دفاع نمی‌کنی؟ خب اصلا نمیشه. ببین الان آخرین نفره، من اصلا چالش نمی‌خواستم بگیرم، چالشو گرفتم بگم راجع به خودت حداقل صحبت کن، به دفاعی اکتفا نکن زیاد. خب میثم جان، فکتت برای اینکه من مافیام که سحر، چون پهلوتو سوراخ کردم فقط سحر، بقیه بعد من احساس میکنم که خودت مافیایی، اتفاقا بمب جلوی خودت گذاشتی که رد گم کنی. من همچنان مثل دست قبل هومن و میثم تارگت های اصلی من. مرسی. اول اصلا اینکه من چرا چالش نمیگیرم، چون از وقتی که ترن شروع شد یعنی اصلا طرف بلند شد خیلی مطمئن گفت امیرحسین مافیا، نه اون خانوم رو تحلیل کرد نه سبا رو تحلیل کرد، هیچ کاری نکرد و پشت بندش هم ایمان که برگشت گفت اونم که هومن مافیا. و یعنی هیچ کسی رو ندارم الان که یه مافیام از بازی بیرونه بخواد از من دفاع بکنه، نگه هم داره، تک نفر همه به قهرمان میان بالا. این آقا بمبو نمیذاره جلو خودش به خاطر اینکه تو بازی نقشای دیگه داریم که اگر محافظ بره اینم انقدر خنگ نیستش که بمبو بذاره جلو خودش. این از این آقا که دنبال اینی که بمبو بذاره جلو خودش، که اگر بره چیز نداره. رأی بده آقا، به من رأی بده، میخوای به من رأی بدی بده. گزینه من آیدین، آقای میکائیل، شما 2 نفرم سفید. مرسی. رأی میشه. اومد 2 تا آفاش خورده. شما فکر کنم خصومت شخصی دارم. خب بریم برای خواب نیمروزی برای محافظ. محافظ بازی بیدار. کاری انجام میدی یا نه؟ چکرم. محافظ خواب. روز دوستان. بچه ها محافظ بمب خونسا کرد. سر صحبت خودت بودی میثم جان. میریم برای رأی گیری. 1 2 3 4 5 6 7 تایید با 3 رأی میاد تو دفاع. رأی برای میثم هیچی. میکائیل 1 رأی. خانم آذین هیچی. آیدین 1 2 3 رأی. آیدین جان دفاع. ایمان 1 رأی. خانم سحر 2 رأی و هومن جان 1 2 3 4 2 نفر تو دفاعی هستید، آیدین و هومن عزیز. بفرمایید. بازی من برم بیرون دیگه در اومد دیگه. در نیامد. من اصلا تا حالا رأی داشتم که به من رأی تارگت زدی، الان رأی آوردم. ساکت بشین دیگه. بچه‌ها
دفاع لطفاً هیچ گونه اکتی ندید. فقط رأیتون. بچه‌ها من شهروند بازیام. فکر می‌کنم تا اینجا هم اوکی بازی کردم. مافیا هم که اعلام کردم به خاطر اینکه تارگت مستقیمم بود، باش دیالوگ می‌کردم، منو هیچ کاری باهم نداشت. کاملا با تحلیل بازی کردم. هومن مافیای قطعی بازیه. قطعی. حداقل اگه شهروند دارین پویانو رد خونشو بگیرید. میثم عباسی شهروندی. یه رأیت هم من بودم. ولی الان شهروندی. رأی به من نده. کلام آخر. هومن مافیا بازی الان خودمون که نمیتونیم رأی بدیم. قطعی هومن رأی میاره. رأی ندیم شهر رو باختیم. تموم شد و رفت. خب آیدین اینجا غیب گفتی شهرونده؟ تأکید میکنی شهرونده که ما میدونستیم شهرونده که بمبو که گذاشته. یه نفرتون بود تحلیل کرد گفت بمبو جلو خودش گذاشته. این آقا خیلی جالب بود، بعد از این همه بازی کردن اومد گفت بمبو جلو خودش گذاشته. این دیگه خیلی جذاب بود. آقا من دست پیش با 3 رأی میام، ایشون با 1 رأی. خب بعد من آقای پویان با 4 تا. من چجوری رأیام نمیفته؟ چجوری این آقا تارگت نمیخوره؟ یکی دلیل این آقا رو برای من بیاره چرا تارگت نمیخوره. کدومش درسته؟ کلام آخر. بازی کنید دیگه. بازی هم دیگه الان اینجا مشخصه یه مافیا بیرونه. مطمئنم با این سبک بازی هم که دارین و تحلیلی که نمی کنید و با یه جمله این آقا که ایشون مافیاست بازی رو میبازی. مرسی. من حق رأیم خرید؟ بی خیالت شد. مرسی. اگه می‌خواستم حق رأی تو بگیرم. اینو اول گفتم دیگه. آره خب بریم برای خواب نیم روزی. همه ماسک لطفاً. رأی برای آیدین توسلی. متشکرم. و رأی برای هومن. مرسی. دستتون رو بندازید. هومن جان شما 3 رأی آوردی، آیدین جان شما 2 رأی آوردی. خروجی بازی هومن. شما بازی رو احتمالاً یا به ایشون که 100 اصلا درش هیچ شکی ندارم، یعنی اگر خب منم تفنگ داشتم دقیقاً رو خودش میگرفتم بدون هیچ شکی، یا به آیدین یا به ایمان داریم بازی رو میبازیم. خیلی مراقب باشیم. خب بچه‌ای که بیرونن اصلاً صدا ندن تحت هیچ شرایطی. زودیاکی لایک به من بده. مرسی دیدم. زودیاک خواب. تیم مافیا شات به دست آلکاپون. شعبده باز. متشکرم. بوم گذارم که کار خودش انجام داد. تیم مافیا خواب. دکتر متشکرم دکتر. کاراگاه متشکرم. حرفه‌ای مرسی. تفنگدار مرسی. شونه هر کی رو که لمس کردم مسلط. کسی که لمس شد لایک بده. شما فردا مسلح هستید. تا قبل از رای گیری میتونید شلیک بکنید. اوشن بازی بیدار. مرسی دیدم بخوابه. شونه هر کسی رو که لمس کردم
بیدار شه. مرسی. چند ثانیه مشورت و روزه. فکر کنم تموم شد. دوست داری بری بیرون؟ قطعی من زدن باید بزنه مافیا بعد از رای هیچ اتفاقی وای نیفتاد. مرسی. 1 2 3 آیدین جان سر صحبت خودت. برای استعلام وضعیت از بازی شما 1 مافیا و 1 زودیاک مستقل. نه بابا سر صحبت آیدین. خب حداقل با مافیا و زودیاک درگیر شدم. کسی اینجا شک داره من شهروندم؟ کسی شک داره من شهروند بازیم؟ میگم با یه زودیاک یه مافیا درگیر بودم دیگه. امیرحسین و زودیاک دیگه. یه 2 تا ساید حداقل نیمه مستقل نیمه سیاه به علاوه سیاه. اوکی حالا ایمان میتونه مافیای بعدی بازی باشه؟ تو اصلا به من گیر نمیدی. نه من این نیستم اینو. من ولی امشب واسه رأیگیری تصمیم گیری نمی‌کنم. ببین من یه حرف شما به من شهروندی داد که این که اولین نفر درخواست اوشن کردی. هیچ کس هم این کارو نکردش. تنها فکت شهروندی شما اینه. هیچ چیز دیگه نیستش. چالش میگیرم. سعی می‌کنم که باهاتون ببینم چیکار می‌کنید. چالش بفهمید. امیرحسین از کجا میگی مافیا؟ نه کجا داری میگی مافیا؟ کجا میدونی مافیا؟ بعد تو اگه داری میگی امیرحسین مافیاست بودی که سحر یارشه که با هم داشتن رأی میدادن 3 روز داشتن با هم اونجا با سبا 3 نفری داشتن رأی میدادن. یا اون مافیا نیست یا شما داری چینت اشتباه میچینی عزیزم. بعد اینجا زودیاکو داده بیرون کار خاصی نکردید. فکر کن شهروند دادی بیرون. تو من میدونی مافیا بود. نه اصلا این حرفو نزن. تو هنوز مشکوکی برام. فقط من خانومو یه خورده شهروند دارم. به تو خیلی شک دارم. تو اومدی بالا با زودیاک رفته بیرون و تو نشستی دو نفر هستی. خب بچه‌ها رأی خود من هومن بوده. به قول تو زودیاک سایدیه که ما چه مافیا باشیم چه شهر باشیم خبر نداریم طرف چیه. من امیرحسین رو از روی زودیاک سیاه کرده بودم چون امیرحسین وسط سیاه کردن هومن پرید. امیرحسین رو سیاه کرده بودم. فکتم برای سیاه شدن امیرحسین بود که یادتون باشه پاشم گفتم تو یا سوپرمن بازی داری در میاری یا یارته. حالا که زودیاک رفته بیرون الانم من به خودم و به بقیه اجازه شک کردن میدم. ولی طبق چینی که چیده بودم منطقی بودش که پویان شهروند باشه به خاطر اتفاقاتی که افتاد و شیکایی که شده رفتش بیرون. منطقی بود که سبا شهروند باشه و نمیتونم به کس دیگه جز امیرحسین فکر بکنم. و اینجای بازی همون خانم آذینی که از روز اول من داشتم بهش تارگت میزدم چون کماکان تو کل بازی هنوز تارگت مشخص نداره. من با امیرحسین جنگیدم، پویان جنگیدم، با هومن جنگیدم، ایشون با هیچ کی نجنگید. میثم جون اگر یادت بیاد شب اول بازی کشته نداشتیم. من روی حساب میذارم که امیرحسین اعمادی آقای زودیاک رو زده نرفته بیرون داره میخرتش که حالا ببره جلو قضیه رو واسه من مافیای بازی میشه. سبا رو مافیا داشتی تحلیلت از شب چیه؟ قطعا پس با مافیا باشی که این حرف من نمیپذیری. الان پویان مافیا داشتی با 7 رای چند تا فکت باید بیاریم دیگه. سبا رو مافیا داشتی من میگم شات شب اولش زودیاک بود. آقا تحلیلم این انقدرم نمیام که شو بازی کنم اگه مافیا باشم که اینجوری بیام سر شب بچینم. آقا تحلیله مافیای بازی بوده. اگه الان مافیا بهم نگی خودت بعد من واسه تو رای جمع میکنم. متشکرم. خب من یه ذره بازی محافظ رو نمیفهمم چرا برای میثم پا شد. اتفاقا باید بم میترکید ما تکلیفمون مشخص میشد استعلام میگرفتیم میفهمیدیم داستان تو چیه دیگه حتی اگر شهر بودیم. من الان واقعا گیجم نمیدونم. برای من خاکستری میثم تو هم هستی چون تو زودیاک دادی بیرون. نمیدونیم که امیرحسین بوده یا نه. هنوز مافیای ذهنی من برای من پویانه. من الان رو میکائیلم حتی هستم. الان من تو نقطه‌ای هستم که گیجم. مرسی. سحر جان حتی اگر شهر بودی برو بیرون واسه شب اول و دوم نه اینجای بازی. شما داری بی تفاوت از اخراج بازی دارید میگذری. این حرکت مافیاییه. ببین این که برو بیرون سایدت معلوم شه. الان 2 نفر از بازی رفتن بیرون سایدشون رو کدوم میخوای در نظر بگیری؟ تحلیل تو اول واسه شبای قبلی که خروجی داشتن رو بگو بعد حالا اگه رفت بیرون ببین تحلیلت واسه امشب چیه. معلومه ما نمیفهمیدیم اگه میرفت بیرون تکلیفمون چی بود. بعد شما بین 2 نفری که الان تقریبا دارن با هم دیگه ساید میبندی جفتشون هم خاکستری داری. هیچ کدوم از چینا درست در نمیاد.
یعنی اصلا من الان دارم ذهنم رو آذین خانم برمی‌دارم تا بیام سمت شما ببینم چه خبر میشه. خانم سر اگر محافظ بلند نمیشد و من مافیا بودم که من بیرون نمیرفتم از بازی که. شما کجا می‌خواستی متوجه بشی؟ یعنی محافظ اگه بلند نمیشد من میرفتم بیرون، شما تازه میفهمیدید من شهروندم. یعنی چه ریسکی بود؟ دست محافظ درد نکن. من یه جمله به شما، اگر امیرحسین داری مافیا میگیری پس پویان رو باید شهروند بگیری، اگر پویان رو شهروند میگیری اون آقا هم باید شهروند بگیری که رأیو برداشت از روی پویان. من و این آقا برداشتیم دیگه. و اینجوری فکر کن دیگه. خب الان گزینت که بریم بیرون. من سحر رو هستم چون قبولم نمیکنه. ببین سحر تو قبول نمیکنی که اصلا بمبگذار چرا باید مثلا من خودم چرا بزنم جلو خودم. من نظرم سحر. شما بفهمید صحبت کنید. من شهروند بازیم، گمراهم. اصلا حواسم به این نبود که اگر تو مافیا باشی خودت رمزو میدونی و میتونی خنثی کنی. خب من شهروندم که حواسم به این موضوع نبود و برام سواله که چرا محافظ برای تو بلند شده دیگه. پس اینو بذار روی ذهن گمراه شهروندی. خب الان وقتی این حرفو زدی برای من سفیدتر شدی. الان من بیشتر میام رو میکائیل. یه شهرونده که ذهنش ناآگاهه، نمیدونه این داستانو. ببینید نگاه کنید بچه‌ها، صرفاً زودیاک بیرون کردن دلیل بر شهروندی شما نیست. شما هر موقع مافیا دادید بیرون اون موقع بگید که من شهروندم داخل دک. درست میگم؟ مافیا زیادترن دیگه، پیدا کردنشون هم خیلی راحت تره. نگاه فقط تنها کسی که میتونه اینو کاور کنه آقا میثمو به نظر من فقط محافظه، چون انقدر شهروندش دیده که بمب خنثی کرده براش. من واسه همتون فکت دارم. خب واسه همتون فکت دارم، ولی به نظر من شهروندا جلوان، چون زودیاکو کرده بیرون راحت‌تر میتونه مافیا بده بیرون. خانم سحر حس میکنم داری دست و پا میزنی، دست و پا اضافه داری میزنی. خب چون ببین من آیدینم بهش شک دارم ولی شما بیشترید، شما خیلی بیشتری از نظر من. ببین من مدل بازیم اینجوریه، خیلی آدمی که برم حمله کنم نیستم، اصولا پشت دست بازی میکنم، ولی الان با تقریبا احتمال 90 خورده درصد آقای میثم و من شهر دارم، پشت دستشون بازی میکنم. شما آقای میکائیلم مثلا 50 60 70 درصد شهر دارم. حالا بین برادران توسلی احتمالا ما یه مافیا داریم و پشت دست شما باز من به خانم سحرم رأی میدم که برم بیرون. خانم سحر امیدوارم خیلی دفاع خوبی داشته باشی. خب اصلا ببین یه حرفی زدی، خب چون دیروز بازی اصلا جای درستی نبود که مافیا جلو خودش بمب بذاره. یعنی تو موقعیت حساس هیچ وقت مافیا نمیاد جلو خودش بمب بذاره که خواستار خروج آقای میثم از بازی شده بودید. الان برگردوندید، دیدید نمیشه، داره تارگت ها سمت شما جمع میشه، ورداشتید انداختید رو من، دیدید به اون هدفه نخورده. خانم سحر خروجی بازی، امیدوارم که دفاعی خیلی خوبی داشته باشید. خب 6 نفرید با 2 رأی میاد تو دفاع. رأی برای آیدین، دفاع هستید. رأی برای ایمان، شما هم دفاع هستید. رأی برای خانم سحر، عالی، مرسی. صحبت نکنید، رأی گیری صحبت نکنید. رأی برای آقای میثم، هیچی. رأی برای میکائیل، هیچی. رأی برای خانم آذین، متشکرم. 3 نفر توی دفاعی هستید، آیدین، ایمان و خانم سحر. من میثم میپذیرم، خودم خواستم که من رأی بدیم بیان تو دفاع. میثم میتونم بپذیرم ولی سحر تو رو نمیپذیرم. مورد بعدی این که ایمان واسه من خیلی مافیا. ایمان من کلا مشکل دارم که هیچ الان بچه‌ها دارن من فکت میسازن به قول این شعار مسخره. من که میدونم شهروندم، کارتمو دیدم ولی خب شهروندم. تو چرا روی این مش سواری؟ یعنی چرا هیچ تارگت رو نمیزنی؟ فکت اون نشسته یکی دوتا. ایمان تو قطعی مافیای بازی به نظر من. ایمان یکی از تارگت های اصلی بازیه. حالا فکر می‌کنی به من رأی ندید. وقتی مافیا ندارمه چرا باید فکت واسط بسازم؟ فکت سازی که کار مافیاست. خب من دارم میبینم فکت واسط میسازم، با من همراه بودی، تو امیرحسین همراه بودی، تو پویان همراه بودی، تو من همراه بودی، خب معلومه شهر دارمت. چرا باید فکت سازی کار مافیه؟ بعد آذین جان شما میای کل ترنتو به من توضیح میدی، میگی من پشت دست بازی میکنم، ایشون شهره، هیچ کدوم اینا منو مافیا ندارم، به من رأی میدی بیام تو دفاع. 100 مافیا خدا نگهدار.
بعد سحر جان شما اومدی بمب و اون کارو کردی. ببین خب سحر چیکار کرد؟ برگشت گفتش که خب چرا این میره با هم میرفت بیرون دیگه، اگه نه آیدین برین دو تا با هم دیگه ساید نشد یعنی اصلا واسط مهم نیست کیو میخوای بدی بیرون، تو فقط میخوای یا این یا این یا این بره بیرون. سحر آذین جفت مافیا، اصلا شکی تو قضیه نیست. خب خوشبختانه این ویدیو رو مخاطبا میبینن متوجه میشن. من توی خواب نیمروزی که هومن و آیدین اومدم بالا، یکی از رأیایی که دادم به آیدین من بودم. آره برای من مافیاتر بودی و وقتی که گره ذهنیم باز شد که فهمیدم که مافیا خودش میتونه بمب خونسا کنه، از میثم کشیدم کنار. بعد ذهن شهرونده که هی داره دنبال مافیا میگرده، تو برای من الان مافیایی، تو برای من مافیایی. وقتی که آذین میاد میگه که آقا برای محافظ سفید شده که مثلا میثم چیزه، باز برای من یه ذره سفیدتر میشه. من الان منو بندازید بیرون ولی رد خون من از بین برادران توسلی. همین. رای برای آیدین، رای برای ایمان، رای برای خانم سحر. بچه باید به یک نفر حتما رای بدید. دوباره رای میگیرم. رای برای آیدین، رای برای ایمان، رای برای خانم سحر. مرسی. روزه. آیدین 0 1 2. باز تمام نشد؟ وصیتی نداره. هیچی دیگه، شهر باخت دیگه. نه شاد میشه. تمام. چه دستم خانم سحر بزنیم. ولی باز تمام نشد. نه شاد کنید مفید. میریم برای فاز شب. ببینم. خب زودیا که اصلا از بازی بیرونه. تیم مافیا سریعتر. مرسی. شعبده باز. مرسی. بمبگذارم که کارش انجام داده. دکتر بازی. دکتر خواب. روزه. یک، شهرم. 2 3 4 5. دروغگوی عوضی. چرا فوش میدی؟ من از شما میتونم درخواست کنم بلند بگید نقشتون چی بوده؟ بمبگذار. میکائیل جان میتونم بپرسم شما نقشتون چی بوده؟ رئیس مافیا. متشکرم. شات شب آذین جان شما بودید. دکترم بودی که میثم اشتباهی. تبریک به تیم مافیا. مسیر تو که از اول رفتی پشت دست این منو تارگت کرد. امیرحسین از روز یک دارم اینو چرا گفتم صد مافیا بازی. بعد من رأی ندادم که بره شهر. میخوای بیا اینجا بیا اینجا. بچه‌ها ما قهرمان شدیم. اصلا مهم نیست اینا. الان همشون میخوام بگن گرفته بودیمشون. ما پیدا کردیم. ولی ما قهرمان شدیم. تیم خوبانه. دیروزم یه زودیاک هم کشیدم بیرون. ما بردیم. بودم سری داده بودمت بیرون. بخش نظر شما در مورد بازی چیه؟ من الان خوشم. اینا چم. من صحبتی ببینید ندارم واقعیت. یعنی هر چه قدم میخواستم به قولی دست و پا داوری. من متاسفانه داوری رو
باید ببینید بیرونم نمیرم. تونستی منو بندازیم بیرون. من تو قرعه مرگ میافتاد احتمالش بود. احتمالش بود. آره. ولی قانون اینه باید یکی حتما رأی بده. نمیتونه کسی رأی نده. قانونه. به اجبار رأی گیری. تو این شهر پر از مافیاست که میخوان جدا بشیم از هم. اگه بی‌اعتماد شد این شهر تو میتونی دفاع کنی از من. تو باور نکن این حرفا رو، این مافیا خون ما تشنه منو میزنن با یه تیر ولی تو نجاتم بدم این امشب. تو میدونی من یه شهر سادم، اونا بین ما وایسادن.